به نام خدا و عرض سلام خدمت شما کارفرمای عزیز. در خدمتتون هستیم با تست و تحویل ربات RLSBB کامنتر، یعنی همون رباتی که حالا شما تعداد لینک بهش میدید و لینک ها رو برمیداره توی هاستا آپلود میکنه و در نهایت کامنت خواهد کرد. خب از سمت راست با اولین تب شروع میکنیم، اکانت هاستینگ، که وقتی روش کلیک کنم خب این حالا سیستم من خورده، وقتی روش کلیک کنید این باز میشه به راحتی. حالا سیستم من چون هم داره ضبط میکنه هم کار مختلفی انجام میده یه خورده کنده، وگرنه که هیچ مشکلی نخواهید داشت روی سیستم شما. اکانت های هاستینگ که وارد بشید، هاست فریدیل، کلیک ان آپلود، دیلی آپلود باید جداگانه ببینید توی 3 تا بخش مختلف وارد کنید. من در حضور خودتون میام و اینا رو وارد میکنم تون. نام کاربری، گذرواژه مربوط به فریدیل. خیلی خوب، کلیک ان آپلود به همین شکل. بله، این هم پسوردش. من دارم کپی پیست میکنم فقط. یک بار که لاگین کنیم این یوزر پسوردها لاگین ذخیره میشود. برای موقعی که از حالت لاگین خارج میشیم دوباره بیاید فقط این رو دوباره شما بزنید، همین. یعنی اینها یک بار پس ذخیره خواهند شد. فریدیل، کلیک ان آپلود، دیلی آپلود وارد کردم. دارم میگم پس از لاگین موفق، یعنی الان اگر من کلیک کنم لاگین موفق بود، میبینید نشونتون میدم ذخیره میشه. چرا ذخیره میکنیم؟ میگم خب میدونید که بعد 1 هفته، 10 روز، 2 هفته، حد اکثر 1 ماه، میدونید که سایت ها، کوکی ها، سشن هاشون منقضی میشن و دوباره باید لاگین کنید. این اصلا ارتباطی به ربات هم نداره، بحث امنیتی دیگه. من لاگین و ثبت اکانت رو میزنم در حضورتون. خب میگه منتظر بمانید در حال لاگین به هاست. درست هم هست. الان مرورگر رو میاره بالا. مرورگری که استفاده شده گوگل کروم نیست و توی ویندوز 7، 8، 10، 11 جواب میده. اسمش کاتس XP است که میبینید ظاهرش هسته همون هسته کروم هست و خیلی هم سریع و خیلی ایدئال و خیلی فوق العاده است. خب فریدیل وارد شد، حالا میخواد لاگین رو انجام بده دیگه. ببینید من سعی میکنم کم صحبت کنم دیگه. یوزر پس رو وارد میکنه و لاگین رو میزنه، بعد صبر میکنه ببینه یوزر پس درست بوده. بله لاگین شد دیگه، این اکانت شماست دیگه. درسته؟ اون بالا میبینید دکمه شد لاگ اوت، یعنی تشخیص میده که لاگین درست بوده یا نه. خب میره بعدی چیه؟ کلیک ان آپلود. من اینو با اجازهتون یه نور بزنم نپرسه. خب کلیک ان آپلود، یوزر پسش رو وارد میکنه، سابمیت رو زد، رفت. اینم خدا رو شکر لاگین کرد. برای اینم با اجازهتون یه نور بزنم. خب میگم بعد لاگین دارید میبینید که صبر میکنه. خب صبر میکنه واسه چی؟ واسه اینکه ببینه درست بوده یوزر پسی که بهش داده شده یا خیر. خب اگه نبوده که بگه به کاربر آقا مثلا 2 تا رو من لاگین کردم، مثلا هاست فلان رو نتونستم. حالا نتایج رو به شکل گروهی خیلی زیبا نشون میده ربات. اینجوری نوشتم براتون، ببینید. خب هر 3 لاگین موفقیت آمیز بود. نور اینو هم میزنم. تموم. 3 تا هاست داشتیم، 3 تا یوزر پس بهش دادیم، 3 تا لاگین کرد و توی این مرورگر خاص خود ربات بهتره بگم و تمام. خودش بس. عملیات لاگین برای هاست فریدیل موفقیت آمیز بود. عملیات لاگین برای هاست کلیک ان آپلود موفقیت آمیز بود. عملیات لاگین برای هاست دیلی آپلود موفقیت آمیز بود. اوکی. خب ببندم، منظورم این بود اول ویدیو. وقتی که دوباره وارد شم اینا هست دیگه. نمیخواد هر بار نام کاربری، گذرواژه، این 3 تا رو بدید. یک بار وارد کردید، لاگین موفق انجام شد، ذخیره میماند. چرا؟ برای زمانی که از حالت لاگین خارج میشه شما دوباره بیاید فقط این دکمه رو بزنید، همینو بس. خودش همون پروفایلی که ایجاد کرده میره و دوباره لاگین ها رو انجام میده. خیلی خوب. تنظیمات کلودفلر چیه؟ دقت کنید لطفاً. تنظیمات کلودفلر زمانی که ما تو بخش کامنت های RLSBB میخوایم وارد شیم حتما کپچای کلودفلر داریم. قابلیتی براتون گذاشتم، قابلیت کلیک خودکار تحت عنوان کلودفلر. بره روی کپچا کلیک کنه، میگه یه لینک حاوی کپچا بهم بده، کپچای کلودفلر. این توضیحات هم اینجا براتون نوشتم، همیشه یادتون نره بدونید اینجا چه جوری کار میکنه. میگه آقا یه لینک حاوی کپچا از همون سایت هدف لطفاً بهم بده و وقتی که کلودفلر کپچا رو نشون داد تو کلیک کن. من مختصات کلیک رو برمیدارم، هر موقع به کپچای کلودفلر برخورد کردم خودم میام چیکار میکنم؟ کلیک رو برات انجام میدم. بریم تستش کنیم. خیلی جالبه و خیلی هم وقت بنده رو گرفت. من rlsbb.ru وارد میشم.
میدونید بخش کامنت هر کدوم از این پستا من برم اولش تا یه مدتی از من چی میخواد؟ مهمم نیستا، فقط ببینید که دارم چی کار میکنم. میخوام فقط مختصات کپچر کلودفلر مهمه، هیچ چیز دیگری مهم نیست. کاری به اینا هم ندارم. میام پایین داریم بخش به بخش پیش میریم. ما مختصات. خب ببینید من اینو بر میدارم. ببینید کپچر کلودفلر را تو گوگل کروم گیج نشده، اون مثلا یه چیز دیگه است. خب من اینجا این لینک رو با اجازهتون پیست میکنم. میگم نمایش کپچر کلودفلر در حال بارگذاری مرورگر. ببینید خودش میره توی مرورگر خاص خودش، اون لینک رو باز میکنه، میره به این لینک. خب میگه لطفاً بر روی کپچر کلودفلر کلیک کنید. دقت، پس از اینکه روی اوکی کلیک کردم هیچ جا کلیک نمی کنم، مستقیم میرم روی کپچر کلیک میکنم. دقت، دوباره تکرار میکنم، چون پس از اینکه من روی اوکی زدم فقط یک بار کلیک منو میخونه. میدونی دارم چی میگم؟ روی این بزنم. خب ورتیفیکیشن ساکسسفول. میدیدید که ما قبلا بارها بعد مرورگر رو میبستیم باز میکردیم و کارهای اینجوری میکردیم که چی؟ که بتونیم این کپچر رو دوره. ولی دیدید که الان با یک کلیک این اتفاق رخ داد. حالا کار خودکاری که انجام میده، وقتی که یه بار نمایش کپچر کلودفلر زدم، تست کلیک خودکار رو من میزنم، میره توی پروفایل دیگه که باز اون کپچا بهم نمایش داده بشه. دقت، همونو باز نمیکنه. همون اگه باز کنه که دیگه بهمون نشون نمیده. میدونید دارم چی میگم؟ ببینید خودش اتوماتیک. ببینید دوباره اینجا از ما میخواد تو بخش کامنتی لطفاً موس را رها کنید و اصلا به موس دست نزنید. یعنی آقا من رفتم اوکی رو زدم، موس رو رها میکنم. دقت کنید. خب اینم ظاهر شد. من اوکی رو میزنم، دیگه کاری به چیزی ندارم. یک بار دیگه. خب کلیک کرد، درست داره میگه. خب یه بار دیگه ما بریم، میره پروفایل جدید. خب این رو میاره بالا، میره به همون آدرسی که گفتیم. خب من صبر میکنم این کامل بارگذاری بشود. خب زود کلیک کردم، باید بذارم این چیزش بیاد، چک باکسش لود بشه. یه بار دیگه میزنم. حالا 100 بار 1000 بار تستش کرده بودیم، همون بار اول اوکی بود. حالا این بار دیگه عجله نمی کنم، میخوام ویدیو طولانی نشه. خب یک بار پس کلیک کردیم، کلیکر رو برداشت، مختصات موسمون رو خوند. بارهای بعدی هر جا خب ساب میکنم، اون باکسه هست که آره این وریفایش تمام بشه. بعد من میام چیکار میکنم؟ خب اون بله دیدید ورتیفیکیشن ساکسسفول خدا شکر رفت و وارد بخش کامنت ها شدیم. به درستی خودش هم بس کلیکش رو انجام میده. بعضی وقتا صادقانه ممکنه نتونه رد بشه. خب و مهمترین بخش توی بخش تنظیمات این ربات من براتون قرار دادم که بتونید تنظیم کلیک خودکار باشد یا نباشد. یک لحظه. خیلی خوب، توی تنظیمات عرض میکنم که من براتون گذاشتم که چه اتفاقی رخ بده که اول کدام هاستینگ فعال باشه. من همه رو تیک میزنم. اکانت هاستینگ رو با هم رفتیم، تنظیمات کلودفلر رو رفتیم، کلیک خودکار بر روی کپچا. میگه کلیک خودکار بر روی کپچای کلودفلر فعال باشد. اینو برای چی اینجوری گذاشتم؟ شاید مادامی شما دارید با سیستم کار میکنید، خودتون میخواید کلیک کنید، دستی میخواید کلیک کنید، چون دارید با سیستم کار میکنید. کلیک خودکار فقط زمانی کار میکنه که میگم سیستم رو رها کرده باشید، مرورگر ربات تاپ باشه، یعنی پنجره روکار باشه و کاری با سیستم نکنید، چون موس خودکار میره جابجا میکنه و کلیک رو انجام میده دیگه روی کپچای کلودفلر. من بله رو میزنم، ذخیره تنظیمات.
خب پس کدام هاستینگ ها فعال باشه؟ فریدیل، کلیک آن آپلود، دیلی آپلود و کلیک خودکار بر روی کپچا کلودفلر فعال باشد. بله دوباره هم کلیک میکنم، میگه آقا تنظیمات با موفقیت ذخیره شد. برگردم دوباره این رو میبینم. پس اکانت هاستینگم رو وارد کردم، تنظیمات کلودفلر رو اینجا یک بار نمایش کپچا کلودفلر با این لینک زدم، رفتیم و تست کردم، دیدم اوکی داره کار میکنه. رفتم توی تنظیمات هاست رو حتما وارد میکنم و اینو رو هم مشخص میکنم، بله خیر، ذخیره تنظیمات رو میزنم. بعد میرم اطلاعات کاربری یعنی این ربات با چه نام کاربری و ایمیلی بیاد و اون پست رو بزنه. من اینجا میگم مستر کدر، دیشبم یکی با عادل HOSS زده بودم، من اینجا ایمیلش هم میگم مستر کدر @gmail.com مثلا. ثبت اطلاعات کاربری رو میزنم، ذخیره میشه، ببندم باز کنم ذخیره شده است، اطلاعات نام کاربری یا همون ایمیل که اینا اجباری. خب لاگ عمل کردم، گزارش عمل کرد، عملیات های موفقیه که برای من ربات انجام داده است. خب مختصات کپچا کلودفلر با موفقیت ذخیره شد. لاگین دیلی آپلود موفقیت آمیز. ببینید همه اتفاقات با نوع عملیات برای ما با ساعت و تاریخ ذخیره میشه. گزارش خطا هم که فعلا نداشتیم. گزارش خطاها در این بخش و گزارش عمل کرد در این بخش شما میتونید ببینید. وقتی همه این کارا رو کردید میرید توی بخش لینک های هدف رو به تعداد هر چند تا داشته باشید ببینید میتونید وارد کنید و شروع کامنت گذاری رو بزنید. قبلش من ویدیو رو پست میکنم، یه چیزی رو تست میکنم و برمیگردم. خب پس از اینکه اطلاعات هاستینگمون رو وارد کردیم، خب وقتی که اطلاعات هاستینگمون رو برای 3 تا هاست وارد کردیم و تنظیمات کلودفلر رو هم حتما انجام دادیم، عرض کردم گذاشتمش حالت خودکار که خودش کلیک کنه یا نه خودتون کلیک کنید، شاید همزمان دارید با سیستم کار میکنید. خب بعد وارد تنظیمات میشید، هاستای فعالتون رو انتخاب میکنید، یا بهتر بگم هاستایی که در حال حاضر زمانی که بخواید با ربات کار کنید مشکلی ندارن تیکاشون رو میزنید، جواب این سوالو میدید، بله خیر رو توضیح دادم که روی بله زمانی که سیستم رو رها کردید و رفتید. اطلاعات کاربری رو حتما باید وارد کنید و اینجا گزارش خطا رو داریم که هر خطایی در هر لینک اتفاق بیفته به شما توضیح میده، دلیلش رو هم میگه حالا به زبان برنامه نویسی، یعنی بنده میفهمم معنیش چیه، خودتون هم شاید متوجهش بشید. گزارش عمل کرده که میبینید هر کاری رو کردیم موفقیت آمیز بوده، لاگ شده است. کمان که لاگین موفقیت در فریدیل، کلیکن، دیلی آپلود و مختصات کپچا کلودفلر هم با موفقیت ذخیره شد زمانی که رفتیم توی بخش تنظیمات، که حتی اون رو هم لاگ میکنه. اینا واجبه. خب بریم توی لینک های هدف. میخوام الان دیگه همه تنظیمات انجام شده، من کپی میکنم. این لینکی که من مد نظرمه میخوام اینو بهتون نشون بدم. چرا این لینک رو میخوام براتون تست کنم؟ چرا دیشب رو همین تست کردم؟ به این دلیل که ربات وینیو رو داره این لینک 720p 1080، یه کیفیت دیگه هم بود اگه اشتباه نکنم، این که 1080 همونه، کلیک ان آپلودش ولی هست. وینیو 1080 پیراتس. خب یکی دیگه باید باشه. بله این وب اچ 264 هم هست و خب حالا اینم که همونه مثلا یه هاست دیگهش، اینم که خودم بودم، میبینید که اومده و خورده اینجا. خب پس میبینید که 3 تا کیفیت داشت، 720p 1080 و وب H264 وب، همچین چیزی. از هر هاستینگ یه لینکش باید برداشته بشه، طی اون چیزی که شما خواستید پست بشه. من کپی میکنم و دیگه سعی میکنم صحبت نکنم، راست کلیک پست، میگم هر تعداد داشته باشید توی خط جدید. اینجا آیا میشود از فایل بخونه؟ بله. از فایل اکسل میتونه بخونه؟ بله. اینا دیگه میتونه، اینجا میتونیم قابلیت اضافه کنیم از فایل هم بخونه. خب من شروع کامنت گذاری رو میزنم و فقط دیگه لطفاً با دقت نگاه کنید. شروع کامنت گذاری رو من میزنم. در حال کامنت گذاری میره چیکار میکنه؟ میره این به اون لینک هایی که بهش دادید سر میزنه، ربات وینیو رو
توی بخش کامنت ها پیدا میکنه، از 3 هاستی که مد نظرمونه برای کیفیت های مختلف لینک ها رو بر میداره، دسته بندی میکنه و وارد سایت هاست، هر لینک رو وارد هاست خودش میکنه. ببینید داره لینک ها رو برداره الان. خب لینک ها رو برداشت، دیلی آپلود رو میبره تو کپی فایل دیلی آپلود، کلیک میکنه. خب برای کلیک آپلود به همین شکل خب برای فریدیه. حالا میگم سیستم من یه خورده حالش بده، داره اینطوری یکی یکی میخوره، ولی خب داره میزنه، داره کارشو انجام میده. هر لینک در هاست خودش. هر لینک در هاست خودش. خب میره تو این برای فریدیل لینکی که برداشته بوده، میاد اینجا آپلود رو میزنه، لینک رو برداشت، دیلی آپلود. خیلی خوب میبینید که لینک رو میزنه بر میداره، دوباره لینک بعدیش که توی حافظه بوده دیلی آپلود بوده، واسه همین دوباره تو دیلی آپلود میزنه، لینک رو بر میداره، کلیک آپلود. میبینید که کیفیت ها رو هم دقت کنید، کیفیت ها رو دقت. 720p رو زد، 1080 زد، داره چی رو میزنه؟ H264 وب، درسته؟ وب H264. خب دقت کنید، برگشت به اون روی کامنت کلیک خودش، من دست به چی نمیزنم و موسم هم رهاست، حتی تکونش نمیدم دقت کنید، تکونش هم نمیدم، صبر میکنه. خب حالا نتونست، سیستم من داره دیر لود میکنه، متاسفانه نتونست بره کامنت کنه. من یه خورده سیستم رو سبک کنم. خب یه خورده من سیستم رو سبک کنم و بعد دوباره برگردم. متاسفانه دمای گرافیک منو ببینید 70 درجه شده و دیگه درست کار نمیکنه، ولی دیگه مجبوریم دوباره بریم توی گزارش خطا. اگر ببینیم به دلیل اینکه سیستم من خیلی کند شده، ببینید یک کلیکی که میکنم، بله ببینید اینجا میگه توی این خطا در لینک فلان اتفاق افتاد، یعنی نتونست بره کامنت کنه. لینک رو بهتون داره میگه، لینک اون عنوان، دلیل خطا رو هم داره بهتون میگه. ببینید حتی نوشته error response. خب یعنی واقعا نتونست بره این کار رو انجام بده. خب من دوباره میرم توی لینک ها، یه خورده رم سیستم رو کمتر کردم، دوباره هیچ چاره ای ندارم جز اینکه دوباره بیام برای شما این کار رو اجرا کنم. شروع کامنت گذاری رو میزنم، و انشالله که این سری بدون مشکل بیاد و بره لینک ها رو برداره. وقتی هم گذاشت تو هر کدوم گذاشت تو هست خودشون بره و توی RLSBB با همون مستر کدری که ما گفتیم پست رو ایجاد کنه. خب هنوز اون کندی محسوس که داره احساس میشه رو داریم متاسفانه. چرا سیستم من اینجوری؟ چون من دارم رکورد میکنم، دمای کارت گرافیک من به 70 رسیده و حالا این بار آخریه که تست میکنیم دیگه. تست نهایی اگر موفق نبود، خدای نکرده، روی سیستم خودتون با هم یه مورد و 2 مورد رو با هم دیگه تست میگیریم انشالله. کار پیچیده و خاصی نیست. حالا انشالله که میگم جواب بده، ولی هنوز اون کندیه رو داره، من دارم احساس میکنم، دارم میبینم. اینا خیلی سریع باید اتفاق بیفته. ببینید این کاراکتر میخوره میره جلو، نباید اینجوری باشه. خب این تو کار ربات 100% تاثیر میذاره دیگه. ببین چی دارم میگم، مخصوصا تو اون کپچای هست اونجا یه تایمی صبر میکنه بعد کلیک میکنه، این داره دیر و زود میشه متاسفانه میگم. و حالا انشالله که این سری ببینید اون عمل کرده منطقی و 100% خودش رو داره و مشکلی نیست.
حالا توی این رکورد کردن ویدیو خیلی داره فشار میاد به کارت گرافیک من توان این پردازش این رو نداره. حالا برگشتیم اینجا، میره روی کامنت کلیک میکنه. انشالله که این بار ببینید خیلی طول داره میکشه، به خاطر سیستم من هم هستا، خیلی داره طول میکشه و بازم نتونست وریفای نشد. تو تایمی که من بهش داده بودم وریفای نمیگه اصلا. خب میگه موفق، ولی موفقم نبود، یعنی ما دوباره برگردیم اینجا دوباره همون خطا رو داریم. خب انشالله که حالا این رو دیده باشید و بریم روی ویدیو رو که دیدید. سوالی که اگه نداشتید لطفاً اعلام کنید روی سیستم خودتون، تست و تحویل بشه بهتون. متشکرم، خیلی ممنونم که این ویدیو رو تا انتها دیدید.